سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز با یه بازی جدید اومدیم، اونم چه بازی؟ ما آرشگریم و اینا هم مشتریامونن، میخوام موهاشون رو عوض کنیم. ما میتونیم خراب کنیم، خوب در بیاریم دیگه. من هرچی خوشم بیاد بیشتر ازشون موهاشون رو بهتر چیز میکنم. این که اصلا عالی، چون خانوم محترمی هستن دیگه، خودتون میدونید باید بریم خوب مرتب. چی ببخشید. خب یا علی مدلی، آجی دلم میخواد موهاشو خراب کنم، ولی چون خانوم بسیار محترمین دیگه نمیشه کاری کرد. همین رو میان پایین. خب از همین الان بگم ریدم یه جور موه، آجی چقدر لگ داره. ما که ریدیم، پس اینو اینجوری کنیم. داداش شد دیگه، خواهر نیست. خب بریم مرحله بعدی. او گریه که نرو، بیا شب خونه. چی ببخشید؟ خب کله زر، کله زر میخواد آبی کنه ماشین. خب این با ماشین دیگه، با ماشین باید بزنه راحتره، چون از همینجا خط میگیری میاری تا همین آخر بری اضافه ها رو میزنیم دیگه. ما انقدر آرشگاه رفتیم، وارد رفتیم، هم وارد هم آرش. چی دارم میگم؟ خب این میخواد اول خطشو بکشیم. گیم پلی باحالیه بچه ها، اگه خواستیم بریزینش، خیلی باحاله. اگر اسم بازی رو نمیدونید بهم بگین تو کامنت ها، من براتون بذارم اسم بازی رو. خلاصه ما رو هم حمایت کنید، فراموش نکنید ما رو. ما داریم زحمت میکشیم. یه تیکش رو خراب کردم. خب اوک داداش به خوبی. الو. اوه سیاه، این من دارم میخواد کچلش کنم میزون بشه بره همینجا اینجوری. اصلا عالی. از ته زدیم. داداشم میخواد دیگه، مثل 18 سالگی رسیده، باید بره سربازی. گیر میدن موهاش بلند باشه. این نگفت، گفت میخوام برم سربازی، در گوشم بود. من گفتم از الان بزنی، و یه سال دیگه میخوام برم. من گفتم از الان بزن، مود که روش نداره خیلی. خب از مشتری رازی دیگه خیلی هم رازی. داداشم هم رفت. خب دوستان، این ویدیو هم تموم شد. شاید بپرسین چرا ویدیوهای کوتاه میذارم، چون سرعت اینترنت خودتون در جریان هستید، ولی به مرور زمان امکانات بیشتری با حمایت شما، البته با حمایت شما دوستان عزیز. اگر شما لایک، سابسکرایب کنید، منو دنبال کنید که من بتونم تجهیزات بیشتری بخرم، ویدیوهای طولانی تر بذارم. حالا در هر صورت فعلا که با همین ویدیوهای 3 تا 8 دقیقه 10 دقیقه داریم، یه ویدیو دیگه هم در حال آپلود هست که اون موضوع شد دیگه نمیگم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که خوشتون اومده از ویدیو. منو حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار.